3 ماه باز آمده نمیتونم مثال سببش چیه میکنم بروید پگرانیشیکاش از مثال میقفل یا این تاجیکستان میقفل میستاد نمیخیل نمیبرویم ما چه طرفی کلام کند من اگه وقتی میتونم آماده بودم چیزی 2000 قریب قرضدار شدم تا همین روزی که همین قبضگی پیشترمه. به قول عبدالعزیز یونوسف آنها بیش از 30 سال باز در دهه باربردوک ناحیه لیلک قرقیزستان مقیمی هستند و برای زیستشان در قید دولتی بودند. در گذشته باری هم قانون شکنی نکرده و از جانب پلیس آن کشور بازداشت نشدند. ولی پس از مناقشه ماه اپریل و می بین دو همسایه کشور فرزند خانواده به غارتگری و جنایت بر ضد صلح گناهکار دانسته شد. ما را سنه 17 می سال 2021 از خانه استقامتمان نصف جمهوری قرقیزستان گرفته رفتند. با 3 نفر فرزندان من ترسید، من خودم هم ترسیدم. تا شبانه آمدن همچون ما گروگان در آنجا بودیم. از تلفن اسکر یونوسف یک عکس با داشتن سلاح و از خانه‌اش چندین تیر پیدا کردند که پیوندانش میگویند اینها به او تعلق نداشت و یک عملی برقصدانه بود. نزدیکانش میگویند خود اسکر یونوسف در تالار دادگاه به بیگناهی خود اصرار ورزیده و طلب آزادیش را کرده است، ولی از جانب دادگاه قرقیزستان اول به حبس 1 عمری و بعداً به 20 سال زندان محکوم گردید. طول 7 ماه بازداشت او مراجعت‌های پی در پی پیوندان نتیجه ندادند و زندگیشان به مشکل مواجه شده است. از آن روزی که دامادم قپید جمهوری قرقیزستان دخترم با مادرهایم با 3 نفر نبرم در خانه من زندگی میکنند. فرزند دومینش دوم که مازش نشد شب‌های دراز ما بیخوابی کشیدیم. دختری نشان دادگیم نموند. دهه باربردوک قرقیزستان و جماعت خیستیورز تاجیکستان را یک کوچه از هم جدا میکند و قسم زیادی باشندگان این دهه هممرز تاجیکستان تاجیکان هستند. چندی از آنها شهروندی قرقیزستان و روسیه را دارند یا برای زیست در قید رسمی هستند. ولی پس از مناقشه اخیر مرزی قسمی از آنها کش بسته و چندیشان به حبس گرفته شدند. حالا در زندانهای قرقیزستان 5 نفر تاجیک تباران مقیم دهه باربردوک ادای جزا میکنند که 3 نفر آنها شهروندی دارند و 2 نفرشان در قید رسمی قرار داشتند.